ای چی شیشتی؟ حالیم نمیدونی ای کجا بلیت 20 میلیارد بخری؟ من میدونم مرحمت رقمای فلسفی او یک کسی شهرنازه زنگ بزن در 5 دقیقه کدام گوشه دنیا که رفتنی باشه بلیت خریدن به تئاتر بلیتاشون هم ارزانه و هم باورینک 잠깐 있어봐 좀 대여섯 톨레를 varışını برای سلامتی مخشونی چی؟ ما تا دا فربه هم؟ نه زمان جون خیلی فکر نکن نخواهی نرا چی؟ ما تا دا یگان تنبلم؟ نه زمان جون خیلی عصبی نکن زمان اکو چی؟ تو گفتنی که ما تا دا یگان پسیخم؟ نه زمان جون ما شوخی کردم نخواهی نرایی تا برای عصبای مرا ویران کردن شوخی میکنی؟ گوش کن زمان خودم نمیگیرم تا فهمیدی ای چی خیلی نمیگیری خود ماموزه 2 کودک داره کودک داری وقتا داری من ترا زورا کدم بزرگی دیگه خونوشو خشو کردم بهترین کدای خشلو کدای نصیب کنه شمالادیس اوش باشه اوش باشه این چند خونگه باشه این هم با فکرم که تو خونگه من تلویزیونش کار میکرده باشه کار میکرده گیس کار نکنه دا تن دیوار میزنه باشه 2 ساعت چی دیجنه که دی اخلا تلویزیون رو نمیخونه اکنوم نه خمیشه خیلی نصیب کنه شه ایسان دارم بچه نزای توی خونه کنه شه توی خونه شه الله اکبر نه که میگم هم یک شوتی نه که ما هم سبیم یک خونه اکشاما دلشو جون راست میگی کوارتیر میسیا کوارتیر میسمی بیزور شدیم باور کنم کوارتیر مخلصات بسورای یکم تشکرم خونت میگیرن و خیلی کی میدونه آدمیه شاید ان شاء الله اومد چی بالا بیا جلالا میگم برو ای خانه بیا جلالا چای بیار ای خانه بیا نمیدونم باشه اومده سن طرف بیا جلالا هم خود گشنه کی ای کای هم خود میکرده باشه زنازنه بفهم اونجا بچه بیجود میگاری بیا هر شما بس قریب میخزه و بالکن خدمت رفته من هر شما گپ نزن همین تو گپ نزن برادر چی ده گاونه میزنی چی گپ نمیزدیم خونه اومده احمق شده ما که دیگه نه احمق نه و جورا جونو ما برای من هر شما مخصوص ایمال بوسو رفتم دیگه یک گوسفندی رنگی خودم پوست بالا آوردم همین شریدم استادم همین یک تاوق چوی کلام دا گرفت موندم که باز جورای من میبینم من خونه درایان دارم میشنم یه جوری گوشت گوسفندم میخریم شما نه اومدین دک پورکو ما دیگه همین دا گاب ندارم مهیا دار همین دینا کویل کدا مردا گوره همین دست بالا مردا گوره یا فرخ ماشین ایکات کو همین ماشین دواندم کی همین ماشین همین با تمام سنت شکا من خیلی ایرو 185 از 1095 200 بود را براتم همین 200 کم نمیکنه یا تانی بکن جک گاز کو همین پدال گاز قریب همین پول زمین ایکو ای ماشین خریم زمین دا بروا این همین بیتوکا همین این همین زنک که هم پیش خود آدمو میگذارن کو هوای خدی همین خیلی تیز اگرایی میگم میخنده سریوس گاز ده تو باور نداری ایمان پیش خود آدم خیلی شو گذاشت پیش خود جو میداکا او آدم ای خیلی سوده کو راه گاش نکن تاکی موسی چلیشه شایی کو خطش میکنی کمی همین خط تیز ای دورا همین موس میگی اگه چه سروسیمای می مگه تمام این ماهی های این همین چی کوی کو نمیشه اوی بیتون که کو دایرو برو اومدن آسان سویتافور سرخ و شکلات نمیشه ای های کده سایی همین گردش کو چلیشه شایی نمی تگی باز کده ایرو 185 از 1095 210 بود همین خیلی خورده رمیش نباستا چی در رمیش نباستا من نفهمیدم که این گندای باد بوده ملادیس نکیم همین ماشین حلال کده همون ماشین ما ایت مردک بوره تمام ماشین قریب جراس برو موتور زده او خیست میدونی اکلیماتر پرید را نه لبابوی پیش نیست دایوزی فرار نیست بوار میکنه چور بالون نیست موتور نداره مگه اینو تیلا کدی تو هم جرا اومده بیا بس کن هر شما
این ماشین شما نمر نداشت بعد در این راه رو شما روان گاهی میقبی چیکار میکردین؟ برادر ما نمیری ماشین ما نه از یاد میدونی صجاق نیست روز بگشته پلچوی نمیورم که من بخورم برام پختامو چوبک کنم اگراتومو چوبک کنم آخه نگه کلن مستی خواه چی میگوشم کلنی حضیر را قبض نمیشم کوچکا ای کوچکا بابا تا ای جبیو ای چخل فرزندی من پدری تو میشم خو خیستم یه پلچوی نیست بخورم برام چکن قیزند خوبی ظلم میکشی آخه تا شوای کار در اومدم آخه هم میمونی خوک نموخی وامزان تا نمیگوی اوتای مدی پلچوی که ما تو را برای همه روزا کلون کردیم همین تیه هوا که زوره کرده که سر بر وقت بخی آخه کب در در بخی آخه چو میکنه آخه بچه بیاخل بزرگوی ما میگن که کاری پگاه قبولی درگاه و سحر که خیسی میره چون مخواهم که فیض برکتی سحر دیگه مهر محبتی سحر دیگه داخل دل گم میشه و عصب آرام میشه و کار میشه و فیض میشه و برکت میشه و همون اگرات یعنی که شکوفان میشه و با تو میوه میته پمیدار میته بادرینگ میته پخته میته تخته میته خوره که جو میشه و های آز میگم اگه نه تا زلک چای سحر به کمپوت بخواه قطعه در میکنم حیفی تواری بچه زمانه دیگه شد صبح بخیر تقوی جان صبح بخیر قنشم زنه کلن والا بای تقوی جان ای چوی خمک دیلگی آواره چوی گرم نمیاری در صبحانه چوی گرم میارن آخی عقلت دکی جای تقوی دین ادامش کردم دینه شو ای حیفی همه جوانید ای کلن من یک بچه خوشروی آزاده را کت کده کلون کدم همه دختره همسویر دبولاش جنگ بود یکم تایم رو من کلون نکدم من گفتم یک دختر را کلون کدم که سحر ده یک چوی دم کنه یک حقوق کنه یک خوش آمدید بگه یک حولی در برو یک خونه و در برو یک روز تو بگه خونه عیبه نمیدونی تقوی امی بچه خوشروی تو را گرفتن دکو بشو مگرشم هموش خوب بود